بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به قسمت دوم از سیمای بانوی بزرگوار حلیمه سعدیه دایه رسول خدا رضی الله عنها. تا اونجا رسیدیم که گفتیم که طبق عادت معمولی که زنان بادیه داشتن، خب میرفتن به شهر و در اون سالها قحطی هم بود و بالاخره خوشسالی بود که 10 تا از زنان اومدن از قبیله بنی سعد اونجا که در مکه فرزندان رو بگیرن و این قبیله عادات عرب بود. معمولا مثلا اشراف عرب که فرزندانشون رو به بادیه میفرستادن که نزد مثلا دایه ها شیر بخورن، بزرگ بشن در صحرا با طبیعت صحرا، با زندگی صحرا و با زبان و ادبیات و فرهنگ و اخلاقیات اون با اصالتی که در بین عرب بود. خب ایشون میگه خب هر اون زنانی با من اومده بودن همه فرزندی گیرشون کرد و من گیرم نکرده بود. میگه چرا که محمد صلی الله علیه و آله یتیمی بود و هر کی عرضه میشد کسی قبول نمیکرد. میگه شاید پدر، یعنی چون پدر نداره، مادرش و پدر بزرگش به ما نرسن، مزد خوبی ندن. ایشون میگه خب وقتی من دیدم اینجوری همه فرزندی دارن گرفتند و برای خودشون، برای اینی که سرپرست و دایه اون باشن، شوهرم گفتم نگاه کن بیا تا بریم همون بچه یتیم رو بگیریم، نمیشه منم دست خالی برگردم. شوهرم گفت فکر خوبه، اتفاقا شاید برای ما درش خیر و برکت باشه. بالاخره تا اونجا رسیدیم که ایشون گفتیم که رفت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو، محمد یتیم رو به دایگی قبول کرد و گرفت و گفتیم اتفاقی افتاد. اتفاق اینجاست، ایشون به مجرد اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو گرفت و در آغوش خودش قرار داد، به سینه خودش چسبوند، احساس کرد که شیرش زیاد شده و خب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم شروع کرد از شیر حلیمه سعدیه خوردن و سیر شد و ایشون بچه خودش رو هم گرفت، عبدالله بن حارث رو هم گرفت شیر داد و اون هم سیر شد و کاملا هنوز این احساس کرد که بدنش توانو داره و قدرتمنده و کاملا یعنی توان شیر دادن حتی بچه دیگری رو هم داره. خب حلیمه و همسرش که حارث باشه، خب اینها این خودشون احساس گرسنگی میکردن، خودشون هم بالاخره در شرایط سخت بودن وگرنه مادر این گونه وضعیتش نبود و خب از طرفی تشنه هم بودن اینها و خب از کجا میخواستن غذا بیارن، از کجا میخواستن شیر بیارن، سال قحطی بود و این گونه بود. اما اتفاقی که در همون لحظه افتاد این بود که همسر ایشون رفت پیش شتر خودش، دید شتر هم سینه هاش پر از شیر شده و از اون شیرها دوشید و خودش خورد و بعد آورد به همسرش هم داد و در اون شب که در اونجا بودن اینها در مکه، خب هم ایشون و هم همسرش و هم فرزندانش همه شیر خوردن و احساس کردن بله یه خیر و برکتی در زندگیشون اومده. میگه اینجا من گفتم که یا به شوهرم گفتم بله من این امیدو داشتم که احساس کردم میبینم منم این خیر و برکت رو میبینم. در هر صورت میگه ما خارج شدیم از مکه و من هم خب سوار این شتر خودم شدم رو و خب فرزندانی هم با خودم گرفته بودم، برداشته بودم، اما این شتر من خیلی خوب و سرحال داشت برمیگشت، بهتر از اون شترهای موسرخ و قوی که از قبیله بنی سعد با من همراه اومده بودن، تا جایی که اون زنهایی که با من بودن گفتن بابا کمی آرامتر برو، دلت به ما کمی رحم بکن، این چه وضعیه؟ از اون ور که میومدی این شترت بیحال بود، ناتوان بود، ضعیف بود، از این ور اینقدر سرحال شدید، وضعیت این گونه شده و اونها هم متوجه شده بودن که یک اتفاقی افتاده. بالاخره خیر و برکتی بود که خداوند نصیب کرده بود. این نکته رو هم بگم، در فرزندان هم خداوند خیر و برکت رو نصیب میکنه. یکی از مواردی که در برخی از اعراب جاهلی بود که فرزندانشون از گرسنگی میکشتن و خداوند این رو منع میکنه، میگه که ما شما به فرزندانتون روزی میدیم. این نکاتیه که هر کسی، هر خانواده خودشون رو میتونه درک بکنه. در هر صورت این کاروان رسیدن به اون بادیه، به اون محلی که در صحرا یا محلی که بالاخره قبیله بنی سعد بود و در اونجا جای گرفتند و بالاخره هر کسی در جای خودش. اما به برکت این پسر یتیم، این کودک یتیم محمد صلی الله علیه و سلم، اتفاقات پرخیر و برکتی در قبیله بنی سعد افتاده بود، به گونه‌ای که وقتی گوسفندانشون میرفتن میشریدن، خب در شرایط خیلی بهتری شده بودن، وضعیتشون بهتر شده بود، شیردهیشون بهتر شده بود و طوری که بقیه قبیله میگفتن آقا ببرید شما هم گوسفنداتون همون جایی بچرونید که حلیمه سعدیه یا دختر ابی ذؤیب میگفتن، بنت ابی ذؤیب، دختر ابی ذؤیب میبره، شما ببرید همونجا، مثل که اونجا علفاش بهتره، شرایط برای گوسفندها بهتر هست. این وضعیت به 2 سال تقریبا همچنان طول کشید و خب این خیر و برکت در خانواده
حلیمه سعدیه بود تا اینکه مدت شیردهی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تموم شد. اما پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم علیرغم که خب 2 سال در بادیه بود و 2 سال شیر خورده بود، کسانی که ایشون رو می‌دیدن مثل یک پسر بچه یا کودک 4 ساله دیده میشد، به خاطر شرایط خوبی که بالاخره براش خداوند فراهم کرده بود و خب سرپرستی خاص حلیمه سعدیه بود. خب اینو آوردن پیش مادرش و حلیمه سعدیه پیش آمنه و گفت خب این فرزند شما محمد هستشو، اما اگر اشکال نداره بذارید 2 سال دیگه هم پیش ما در بادیه باشه، برای ما خیر و برکت بوده، ما ازش سرپرستی میکنیم، بیشتر بالاخره رشد پیدا میکنه، در اینجا شرایطش بهتر میشه. آمنه مادر رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم که اینجوری دید و دید که خب این هم با خوشحالی از محمد دارن سرپرستی میکنن، دایگی میکنن، قبول کرد و اینجا بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم 4 سال در بادیه بود تا اینکه بعد میگن در سال 5 بود بالاخره حادثه شق صدر برای ایشون پیش اومد و موردی بود که حلیمه سعدیه ترسید و طبق روایاتی که در صحیح مسلم اینها اومده این بود که دیگه محمد صلی الله علیه و سلم رو آوردن به مکه و تحویل مادر ایشون دادن. بالاخره سالها گذشت و رسول خدا صلی الله علیه و سلم جوان رشیدی شده بود و همچنان خیر و نیکی حلیمه رو فراموش نمی‌کرد و ایشون حتی زمانی که ازدواج کرده بود حلیمه اومد اونجا به مکه و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهش احترام گذاشت. رسول خدا صلی الله علیه و سلم حالا با خدیجه ازدواج کرده بود و به همون به خاطر خیری و نیکی که انجام شده بود اونجا 40 تا گوسفند و شتری بهش دادن که این با اون شتر آب هم کنه و گوسفندها برگرده به بادیه و وضعیتشون بهتر بشه. خب رسول خدا صلی الله علیه و سلم پس قبل از اینکه پیامبری هم مبعوث بشه همیشه نسبت به حلیمه سعدیه توجه داشت تا اینکه خب وقتی خداوند رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو به پیامبری برانگیخت حلیمه سعدی هم مسلمان شد و این موردیه که ابن حجر این رو نقل کرده و اشاره کرده که حلیمه سعدیه و همسرش حارث همه مسلمان شدن، همچنین فرزندانش عبدالله و شیما و انیسه هم اینها اسلام رو پذیرفتن و خب این نظریه که غالب علما و جمهور علما بر این رأی هستن که همه اینها مسلمان شدن از حلیمه گرفته همسرش و فرزندانش. نکته دیگری که وجود داره بعد از اینکه پیامبر هم خوب پیامبری مبعوث شده خب پیامبر به همه احترام میذاشت، نسبت به همه که هر کسی در حقش لطفی انجام میداد محبتی میکرد سعی میکرد رسول خدا صلی الله علیه و سلم جبران بکنه. حالا چگونه میشه به کسی که این رو شیر داده و ایشون رو بزرگ کرده و سرپرستی کرده چند سال اون هم در بادیه در بهترین روش و بهترین رفتار این کار رو انجام نده؟ نقل شده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که می اومد حلیمه سعدیه از اون شالی که لباس بلندی که داشت حالا ردای هرچی بود پهن میکرد تا ایشون بنشینه، اکرامش میکرد، ایشون بهش محبت میکرد، لبخند میزد و ایشون هم مثل یک مادر بود و مثل یک مادر ایشون نگاه میکرد و حلیمه سعدیه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم این چنین بود. قاضی عیاض نقل میکنه از جایگاه حلیمه سعدیه در نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم از با روایت ابو طفیل میگه پیامبر رو دیدم در جعرانه که خب اونجا مکانی هست که اونجا اشاره شده بین طائف و مکه هست. میگه پیامبر رو دیدم که در جعرانه بود و من موقع میگه پسر بچه بودم راوی میگه دیدم یک زنی اومد، این زن به پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک شد و خب پیامبر صلی الله علیه و سلم براش اون ردای خودش رو پهن کرد و این بر این نشست. گفتم این کی هست؟ گفتن این مادریه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو شیر داده، عبارتی مادر شیری یا مادر رضایی. و عمر ابن صائب هم نقل میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه روز نشسته بود، میگه که پدر شیریه، شیرخواره، پدر همسر حلیمه که پدر رضایی ایشون میشه، میگه اومد پیامبر قسمتی از همون لباس خودش یا ردای خودش رو پهن کرد اون نشست. بعد میگه مادر رضاییش اومد، پیامبر باز قسمت دیگر لباسش رو پهن کرد، این اومد بر کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نشست و خب این میگه توجهی بود که پیامبر نسبت به اونها داشت. در صورت حلیمه سعدیه منزلت و جایگاه خاصی نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشت، به ویژه که خب پیامبر خدا رو حس کرده بودن، فهمیده بودن و
اون ارتباط و معنوی و صداقتی که پیامبر بعد از این که از بادیه اومده بود که نسبت به اونها داشت تا قبل از بعثت، خب این ارتباط و مردانگی و شرافت و وجدان و بالاخره اون بخشش رو هم دیده بودن و وقتی هم که خب پیامبر صلی الله علیه و آله مبعوث شد، پیامبر اسلام رو اونها پذیرفتن و همچنان مکان و جایگاه اینها نزد پیامبر بود. و اینی که کمتر کتاب سیره می‌بینید که بخواد به این موردها نپرداخته باشه و کتب سیره پر از این مواردی که تا به حال در موردش نقل شده. اما در مورد وفات این صحابیه بزرگوار و مادر شیر رضایی رسول خدا صلی الله علیه و سلم، حلیمه سعدیه، شیخ احمد دهلان نقل میکنه که ایشون مسلمان شد و هجرت کرد با پیامبر و در مدینه منوره ایشون وفات کردن و در بقیع دفن شدن که میگفتن بالاخره محل قبل هم مشخص هست. خب در پایان آیه از قرآن رو میخونیم و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ. بالاخره این خوشبختی که نصیب هر کسی میشه و به ویژه یاران رسول خدا صلی الله علیه وسلم که از خداوند میخوایم محبت اونها رو و صداقت اونها رو، پایبندی و التزام اونها رو، فهم درست اونها رو نسبت به دین هم نصیب ما بکنه تا ما هم بتونیم در مسیر زندگی خودمون در این تاریکی ها، در این گمراهی ها، در این پراکندگی ها، در این آشوب ها، در این دلهره ها، در این برخی حالاتی که واقعا نمیشه توصیف کرد، بتونیم راه خودمون رو ببینیم، آرامش پیدا کنیم، بتونیم به خوشبختی برسونیم، بتونیم خودمون رو بشناسیم، به دیگران محبت بکنیم، بندگی خدا رو بکنیم تا خوشبختی ابدی و جاودانی نصیب ما بشه. خب تا روز دیگه و داستان دیگه و جلسه دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.